از ایران صدای وحدت بلند می شد و از حجاز صدای اختلاف. از مرکز وحی که رسول اکرم در اونجا مردم را دعوت به اعتصام به حبل الله و وحدت فرموده است، یک آخوند درباری صدای نفاق برمی دارد و فریاد نفاق انگیز می کشد و این ایران که به نظر اون آخوند مشرک هستند، ندای وحدت از این ایران بلند می شود. جشن برای رسول اکرم آیا کجا شرک است؟ شرک را نمیداند چی است یا میداند و میخواهد بین مسلمین ایجاد اختلاف کند. ما گلمون از این آخوندهای درباری فاسد است و از این دولت‌هایی که مثل اون آخوند را به نوکری خودشون میپذیرند. امریکا روی مقاصد خودش باید اون کارا را بکند، روی مقصد فاسد خودش باید ایجاد اختلاف بکند، لکن این آخوندها چرا؟ و این دولت‌ها چرا؟ شما که حربه نفت در دستتون هست و اگر یک روز نفت را ببندید بر غرب و بر شرق به اطاعت شما در میآیند، شما هدیه میکنید از قیمت نفتتون به آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ و خودتون را به اسارت میکشید. این هاست که برای مسلمین و برای اسلام ضربه است. اونها هر تهمتی میخواند میزنند به کشور اسلام، به کشور ایران، که از اولی که نهضت پیدا شده است و قبل از او این ملت با اسرائیل مخالف بوده است و یکی از مخالفت هایی که با محمد رضا معدوم داشتند همین بود که چرا به اسرائیل کمک میکند. حالا این بوق هایی که از گلوی امریکا و از گلوی بستگان امریکا به او نفخ می شود، اینها ایران را متهم می کنند که اسلحه از اسرائیل می خرد و بعض مطرودین خود ایران هم تأیید می کنند این را.